سلام دوستان، خوش اومد به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با خطرناکترین حیوانهای جهان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. پشه‌های آنوفل بیش از 40 گونه مختلفن که حدود 7 نوع آن در ایرانه. با پیدایش فصول گرم سر و کله‌شون پیدا میشه. به خود پشه‌ها بسیار چندشاورن. انسان‌ها همیشه راهی برای بودن این حشرات موذی پیدا میکنه. این پشه‌ها در آب‌های راکت تخم گذاری میکنند. باعث تکثیر مالاریا میشه. راه سیاه یا شاه کبرا کمترین مار دنیا نیست، اما به خود خطرات جانی بسیاری را بر انسان‌ها داره. بیشتر در جنگل‌های هندوستانه. از سایر مارها درازتره. در هندوستان بعضی مردم او را میپرستند. تغذیه اصلیش هم از مارهای دیگه است. سالانه 20 از 50,000 نفر را به کام مرگ میکشانه. عروس دریایی، آنها دارای 15 شاخه‌های شمعی‌اند. هر یک از شاخک‌ها 5000 سلول برای گزیدن در خود جا داده. هر یک از شاخک‌های عروس استرالیایی حدود 3 متره. هنگامی که او فردی را بگزه یا فردی را لمس کنه، موجود در شاخک‌ها بلافاصله وارد بدن شده. به دلیل تغییرات شیمیایی بر روی بدن وجود میاره، آن فرد سریعا جان خود را از دست میده. کشنده‌ترین نوع عروس دریایی نوع جعبی اونه که داره شکم 4 گوش. شاخک‌هایش هم به صورت خوشه‌ای و شکلی مستطیلیه. در طول سرم به مرگ کشانده. کوسه سفید بزرگ، نام مرگ سفید هم شهرت دارن. در همه اقیانوس‌ها پیدا میشه. حدود 4 تا 6 متر طول داره. وزنش به 3100 کیلوگرم میرسه. در 15 سالگی به بلوغ میرسه. هم حدود 30 سال هم عمر میکنه. میتونه به تنهایی و در یک وعده یک شیر دریایی را شکار کنه و ببلعه. بوی خون را از فاصله بسیار دور در آب حفظ کرده به سوی طعمه حرکت میکنه. داره 3000 دندانه. هنگامی که طعمه را شکار میکنه و از همه دندانهایش استفاده میکنه. با این وجود هیچ غذایی رو نمیجوه، آن را میبره. گوشه‌گیری منزویان به صورت دست جمعی دیده نمیشن، فقط در فصل جفتگیری کنار همن. شیر آفریقایی، این سه برخلاف جثه بزرگش دار چالاک و سریعن. به راحتی طعمه خود را هر چند که بزرگ کم باشه شکار میکنن. در آفریقا و جنوب آسیا زندگی میکنن. در ایران هم چند گونه از آنها یافت میشه. بچه‌ها مشتاق همراه بودید. کوسه فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.